أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و دوستداران زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب بدان، از کتاب گراماتیک زبان عربی 7 درس گرفتیم و امروز درس 8م رو به سمع شما خواهشمندان زبان عربی خواهیم رسانید. و آخرین درسی که ما و شما گرفتیم درباره مجهول فعل ماضی بود و چطور فعل ماضی رو مجهول میکنیم این رو گرفتیم. و امروز باشد میگذریم به فعل مضارع، یعنی فعل ماضی را معلوم شا گرفتیم و مجهول شا گرفتیم. اکنون میگذاریم به معلوم فعل مضارع. باز فعل مضارع معلوم می شود و باز مجهول می شود. انا اکنون امروز میگیریم معلوم فعل مضارع را. اگر که وقت فرصت داد همچنین میگیریم مجهول فعل مضارع را. خب تا کجا را که وقت برای ما و شما دست بدهد. میگوید که معلوم فعل مضارع را نیز، صاحب کتاب بدون میگوید که معلوم فعل مضارع را نیز 14 مثال است. دیگر این کلمه برای ما و شما آشنا است، دیگر میدونیم. یعنی 14 مثال، این 14 صیغه است. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود. این هم دیگر میدونیم که چی است، غایب چی است، مخاطب چی است. و 2 حکایت نفس را بود. آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. و آن 3 که مذکر را بود یضربو، ترجمهش ببینید چی میگه. یضربو میزند. در ضربه گفته که زد، در اینجا میگه میزند. و این مرد در زمان آینده. در ضربه گفته زد و این مرد در زمان گذشته، یعنی پیشکی زده. در اینجا میگه میزند در زمان آینده، ولی نزده، بعد میزنه. صیغه واحد مذکر غائبی معلوم فعل مضارع. این معلوم فعل چی است؟ مضارع زمان آینده. یضربانی میزنند ایشان، یعنی که ویها میزنند ویها 2 مرد در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکری غائبین معلوم فعل مضارع. ببینید اینها زمان آینده، همش زمان آینده چیکار میکنیم؟ ترجمه میکنیم. یضربون میزنند ایشان همه مردان در زمان آینده. صیغه جمع مذکری غائبینی معلوم فعل مضارع. آن 3 که مؤنث را بود تضربو یعنی که میزند و زن در زمان آینده، ولی نزده، بعد میزنه. صیغه واحده مؤنثی غائبه معلوم فعل مضارع، یعنی که معلوم است، مجهول نیست. میزنه و زن، یعنی که زننده فاعلش معلوم است، برای خود معلوم فعل مضارعش میگیم، مجهولش نمیگیم. تضربانی میزنند ایشان 2 زن، یعنی که میزنند ویها 2 زن در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنثی غائبتین معلوم فعل مضارع. یضربن میزنند ایشان همه زنان در زمان آینده. صیغه جمع مؤنثی غائبات معلوم فعل مضارع. پس این 6 درباره چی بود؟ 6 درباره غایب. میگذره برای مخاطب. میگه آن 6 که مخاطب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. 3 تاش برای مذکر، 3 تاش برای مؤنث. آن 3 که مذکر را بود تضربو میزنی 2 مرد، مخاطب تو میگیم. یا در فعل ماضی گفتیم که ضربت زدی تو، در اینجا میگیم میزنی تو مرد در زمان آینده، یعنی صیغه مذکر کس برای خاطر مرد میگیم. در زمان آینده صیغه واحدی مذکر مخاطب معلوم فعل مضارع. تضربانی میزنید شما 2 مرد در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل مضارع. تضربون میزنید شما همه مردان در زمان آینده. صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل مضارع.
آن سه کی اکنون سه تا مذکر خلاص شد، میگذره در سه مؤنث، سه مؤنث مخاطبه یا مخاطبات. آن سه که مؤنث رو بود، سه تا که برای مؤنث است میگه تضربین، میزنی تو زن در زمان آینده. صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل مضارع. تضربانی، میزنید شما دو زن در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل مضارع. این همش اینجا مجهول کردگی است؟ نه، اینجا مجهول نیست، اینجا معلوم است. در کتاب نوشتگی است که مخاطبتین مجهولی فعل مضارع. نه، این مجهول نیست، معلوم است، معلوم فعل مضارع. پس کسی روی کتاب نگاه دارد، پس کتابتون درست کنید. میگه تضربانی، میزنید شما دو زن در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل مضارع کرده است؟ نه، مجهول نیست. تضربانی معلومه، جای مجهول ده معلوم بنویسید، معلومی فعل مضارع. تضربنا، میزنید شما همه زنان در زمان آینده. صیغه جمع مؤنث مخاطباتی معلوم فعل مضارع. پس این شد 6 صیغه از مخاطب. آن دو که حکایت نفس رو بود، دو تاش که میگه برای متکلم مع الغیر است. اضربو میگه یعنی میزنم من مرد یا زن در زمان آینده. برای چه مرد یا زن گفتیم؟ یعنی که هم مرد و هم زن همین طور میگوید. اضربو یعنی میزنم من. صیغه متکلمی معلومی فعل مضارع. نضربو، میزنیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده. صیغه متکلم مع الغیر معلوم فعل مضارع. پس این بود 14 صیغه معلوم فعل مضارع. انا اکنون میگذاریم به صیغه مجهول. صیغه مجهول اول چه تیار میکنه؟ میگه اگر خواهی که معلوم فعل مضارع رو مجهول کنی، میگه میخوای فعل مضارع رو مجهول بکنی، ما قبل و آخر رو فتح کن. ما در فعل مضارع گفتیم ما قبل و آخر رو چیکار میکنیم؟ کسره میکنیم. در اینجا میگه در فعل مضارع ما قبل و آخر رو فتح کن میگه. و حرف مضارعت رو دم کن. در اونجا گفتیم هر متحرکی که پیش از ما قبلی آخر است او رو دم میکنیم. در اینجا میگه حرف مضارعت همون حرفی که در اولش هست مثلا اضربو یا نون نضربو یا تضربو یا که یا یضربو، همین انایتا الف و نون یا و تر حرف مضارعت میگن. همین حرف مضارعت میگه دم کن تا یضربو یضربو شود. ببین یضربو یضربو میشود. ر ما قبل آخر بود فتحش کردیم و یا حرف مضارع بود دمش کردیم یوشید یضربو. اصل یضربو معلوم فعل مضارع است. یضربو مجهول فعل مضارع است. پس میگه که و حرف مضارعت رو دم کن تا یضربو یضربو شود. فهمو؟ یضربو میشود یضربو. انا اکنون میگه که مجهول فعل مضارع را نیز 14 مثال است. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. یعنی که تقسیم چطوری که اینها را همش گفتیم، چند بار شرح دادیم. یعنی که کلمه را اصلاح چون یاد بگیرید دیگر میفهمید که چی گفته است. و آن 3 که مذکر را بود یضربو زده می شود. ببین زده می شود و این مرد در زمان آینده. صیغه واحد مذکر غایبی مجهولی فعل مضارع زده می شود. در یضربو میگفتیم که میزند، در اینجا میگیم زده می شود، یعنی نامعلوم کسی میزنه شه، یعنی فاعلش معلوم نیست. یضربانی زده می شوند ایشان 2 مرد، یعنی زده می شوند و ایها 2 مرد در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول فعل مضارع مجهول است، معلوم نیست. یضربون زده می شوند ایشان همه مردان در زمان آینده. صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل مضارع. پس تا اینجا 3 تای غایب گرفتیم، 3 تای مذکر رو. میگه آن 3 که مذکر رو بود 3 تای دیگرش که میگه برای
و آن سه که مؤنث رو اینجا مذکر کرده است، نه مذکر نه، سه مؤنث. برای حاضر مذکر گرفتیم، اکنون مؤنث ده میگذاریم. آن سه که مؤنث رو بود اینجا مذکر کرده است، در کتاب شما بگیرید درستش کنید، بنویسید که مؤنث. کسی از کتاب نگاه دارد بنویسش که مؤنث. آن سه که مؤنث رو بود تضربو زده می شود و زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث غایبه مجهول فعل مضارع. تضربانی زده می شوند ایشان دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل مضارع. یضربن زده می شوند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غایباتی مجهول فعل مضارع. پس این 6 تا صیغه غایب شد. اکنون میگذاریم در 6 تا مخاطب. میگوید که آن 6 که مخاطب رو بود 3 مذکر رو بود و 3 مؤنث رو بود. آن 3 که مذکر رو بود تضربو زده میشوی تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطبی مجهولی فعل مضارع. تضربان زده میشوید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل مضارع. تضربون زده میشوید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل مضارع. این 3 صیغه مخاطب بود مذکرش. اکنون میگذاریم در مؤنث 3 صیغه مؤنث مخاطب. آن 3 که مؤنث رو بود تضربین زده میشوید تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل مضارع. تضربانی زده میشوید شما دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل مضارع. تضربن زده میشوید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطباتی مجهول فعل مضارع. پس این 6 صیغه مخاطبم خلاص شد. 6 صیغه مخاطب، 6 صیغه غایب، 12 صیغه. 2 صیغه دیگرش موندگی است. آن 2 که حکایت نفس رو بود، یعنی 2 صیغه که برای حکایت نفس است. اضربو اضربو میگه یعنی میزنم من. اضربو کشید زده میشوم من مرد یا زن در زمان آینده، یعنی کسی ما را میزند، کسی من را میزند، برای خود میگه اضربو زده میشوم من مرد یا زن، یعنی مرد هم اینطور میگه زن هم اینطور میگه در زمان آینده، ولی زده کشید بعد میزننش. صیغه واحد متکلم مجهولی فعل مضارع. تضربو زده میشویم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده، یعنی نضربو کشید اینجا نضربو تضربو نه، نضربو زده میشویم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده. صیغه متکلم مع الغیر، این صیغه متکلم مع الغیر است، یعنی 2 کس یا از زیاده از 2 کس باشه گفتیم نضربو میگه، یعنی متکلم مع الغیر. مجهول فعل مضارع، این مجهول چه است؟ فعل مضارع است. پس این بود 14 صیغه مجهول. پس اول 12 صیغه معلوم رو یک بار با ترتیب گفتم میگذاریم. مثلا ببینید بنویسید که یضربو یضربانی یضربون، تضربو تضربانی یضربن، تضربو تضربانی تضربون، تضربین تضربانی تضربون، تضربین تضربانی تضربن، اضربو نضربو. پس این 12 صیغه معلوم فعلی مضارع شد. فهمو؟ 14 صیغه. پس اینا شما جدا کنید، غایب و مخاطب و متکلم، مفرد و مثنی و جمع جدا کرده در دفتر بنویسید. اکنون میگیم باز مجهولش رو، مجهول فعل مضارع. یضربو یضربانی یضربون، تضربو تضربانی یضربن، تضربو تضربانی تضربون، تضربین تضربانی تضربن، اضربو نضربو. پس این شد 14 صیغه مجهولی فعل مضارع. پس این 14 صیغه همچنین مخاطبش رو، متکلمش رو، غایبش رو جدا کنید و مفرد و مثنی و جمعش همچنین جدا کنید، جدا جدا بنویسید و بسیار تکرار کنید 100 بار این 2 صیغه معلوم مجهول رو 14 تایی رو، تا اینکه زبانتون آماده شود یا که زبانتون عادت کند این گفتن این کلمه ها رو. پس این بود درسی
امروزه ما و شما در اینجا این درس رو به پایان میرسونیم. درس آینده ما و شما انشاءالله درباره اسم فاعل هست. اکنون درس آینده انشاءالله اسم فاعل رو خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.